یه سوال خیلی قدیمیه. چی باعث میشه یه فانی فانی باشه و یه خدا خدا؟ و اینکه اصلا یه آدم معمولی میتونه به اون مقام خدایی برسه؟ خب توی دنیای بیرحم الدن رینگ این سوال دیگه فقط یه بحث فلسفی نیست. یه مسیر واقعیه. یه مسیر خونین و پر از رمز و راز. حالا با اومدن DLC جدید بالاخره یه سری سرنخ پیدا کردیم که بزرگترین راز این دنیا رو فاش میکنه. اینکه اصلا چطوری یه خدا ساخته میشه. پس بیایید با هم بریم و این معما رو حل کنیم. خب قبل از اینکه مستقیم بپریم تو دنیای لنز بیتوین، بذارید یه لحظه ببینیم این ایده اصلاً از کجا اومده. چون این سوال که چطور یه آدم فانی میتونه خدا بشه فقط مختص بازیکنای الدن رینگ نیست، نه. این سوالیه که فرهنگ‌های باستانی دنیای خودمون هزاران ساله که باش درگیرن. مثلا اگه به یونان و روم باستان نگاه کنیم می‌بینیم که قهرمانای بزرگ بعد از مرگشون مقام خدایی پیدا می‌کردن. یا تو مصر باستان فرعون‌ها با یه سری مراسم خیلی پیچیده بعد از مرگ تبدیل می‌شدن به اوزیریس، یعنی خدای جهان زیرین. می‌بینید راهاشون فرق داشت ولی همشون به یه نقطه مشترک و خیلی خیلی مهم می‌رسیدن. و اون نقطه مشترک چی بود؟ مرگ. بله، درست شنیدید. قانون شماره 1 خدا شدن چه تو دنیای واقعی ما و چه توی الدن رینگ دقیقاً همینه. اگه میخوای خدا بشی، اول باید بمیری. مرگ در واقع دروازه ورود به دنیای خدایانه است. این قانون رو خوب یادتون باشه چون کلید همه چیزه. خیلی خب، حالا برگردیم به لنز بیتوین و ببینیم قبل از اینکه DLC بیاد ما اصلا چی در مورد خدا شدن میدونستیم. تا مدت‌ها تئوری اصلی بین همه بازیکن‌ها این بود که کلید خدا شدن ازدواجه. انگار هر خدایی حتماً به یه لرد همسر احتیاج داشت. مثالش هم جلوی چشممون بود دیگه. ماریکا و گاتفری، میکلا و موگ، حتی خود ما به عنوان بازیکن با رانی. همه چی داشت به یه جور وصلت مقدس اشاره می‌کرد. و این فقط یه حدس و گمان ساده هم نبوده، خود بازی هم داشت بهمون سرنخ میداد. مثلا توی تومار آیین مقدس یه همچین چیزی نوشته شده: یه لرد بازگشت یه خدا رو مژده میده و روح اون لرد به یه ظرف احتیاج پیدا میکنه. این جمله خیلی واضح داره روی اهمیت این زوج الهی برای رسیدن به مقام خدایی تاکید میکنه. ولی خب یه جای کار میلنگید. یه مشکل بزرگ با این تئوری وجود داشت. آخه اگه ازدواج تنها کلید ماجرا بود، پس چرا هر زوج شاه و ملکه‌ای توی لنز بیتوین خدا نمی شدن؟ و دقیقاً همینجاست که DLC وارد داستان میشه و کل بازی رو عوض میکنه. شواهد جدیدی که پیدا کردیم بالاخره این معمای قدیمی رو حل میکنه. معلوم میشه که بله، یه اتحاد مقدس لازمه، ولی نه فقط توی زندگی، بلکه توی مرگ. سرنخ اول رو همه جای سرزمین سایه می‌بینیم. قایق خورشیدی. این یه قایق مخصوص تشییع جنازه است، خیلی هم شبیه اون چیزاییه که تو مصر باستان استفاده می‌کردن. قانون اول یادتونه چی بود؟ این اولین مدرک محکم ماست که نشون میده مرگ بخش جدا نشدنی از مراسم خدا شدنه. و حالا سرنخ دوم، زوج کفنپوش. این مجسمه های زوج الهی رو نشون میدن که با هم توی یه پارچه پیچیده شدن که خب اینم یه نماد خیلی واضح از یه ازدواج مقدسه. خب حالا بیایید تیکه های این پازل رو بذاریم کنار هم. قایق تشییع جنازه از یه طرف، زوج کفنپوش از طرف دیگه. یعنی مرگ و ازدواج. این دوتا مفهوم که انگار ضد همن در واقع دو روی یه سکن. راز بزرگ الدن رینگ هم همینه. فقط ازدواج کردن کافی نیست. یه زوج الهی باید موقع مراسم ازدواجشون با همدیگه بمیرن. و اینم فقط یه تئوری نیست ها، ما کل این پروسه رو توی مراسم مردم هورنسنت میبینیم. اونها برای ساختن خدای خودشون یه نقشه دقیق و مرحله به مرحله داشتند. اول تطهیر، بعد ازدواج مقدس، بعد مرگ تشریفاتی، بعد پیچیده شدن توی کفن و در نهایت رسیدن به دروازه الهی برای عروج نهایی. خب حالا که میدونیم مراسم درست و حسابی چطوریه، بریم سراغ بزرگترین قانون شکن لنز بیتوین، یعنی ملکه ماریکا. چون اون نه تنها این مراسم رو انجام نداد، بلکه یه جورایی میشه گفت به فجیع ترین شکل ممکن زیر پا گذاشتش. این مقایسه خیلی واضح تفاوت رو نشون میده. یه طرف مراسم مقدس رو داریم، زوج با هم میمیرن و با هم به مقام خدایی میرسن. اون طرف دیگه ماریکاست. اون از مرگ در رفت، همسرش رو تنها گذاشت و اون مقام خدایی رو که حق هر دوتاشون بود فقط برای خودش دزدید. پس این گناه ازلی ماریکا.
اون فقط یه قانون رو نشکست، اون مقام خدایی رو غصب کرد. اون این مقام رو از یه زوجی دزدید که تمام مراحل رو درست و حسابی رفته بودن. اون یه خدا نیست، اون یه دزده. و وقتی این دزدی کیهانی رو بفهمیم، قفل خیلی از رازهای بزرگ الدن رینگ برامون باز میشه. معمای اول، اصلاً چرا تارنشت ها تبعید شدن؟ این همیشه یه سوال بزرگ بوده، مگه نه؟ یادتونه گفتیم ماریکا از شرط مرگ فرار کرد. خب اون هنوز به یه لرد همسر احتیاج داشت و این لرد باید شرط مرگ رو برآورده می‌کرد. تبعید کردن تارنیشت ها یعنی همون کسایی که فیز ارتری رو از دست داده بودن، نقشه زیرکانه ماریکا بود. اون فرستادشون بیرون تا بمیرن و بعدش به عنوان نامزدهای لایقی که شرط مرگ رو به جا آورده بودن دوباره فراخوندشون. معمای دوم که در واقع کل داستان DLC رو راه میندازه، هدف واقعی میکلا چی بود؟ تمام هدف میکایلا این بود که گناه ازلی مادرش رو جبران کنه. اون میخواست با انجام دادن درست مراسم عروج یه خدای جدید و مشروع بسازه تا بتونه این لکه ننگ رو از روی خاندانش پاک کنه. این مسیر تلاش‌های ناامیدانه میکولا رو به خوبی نشون میده. اون اول به اصولگرایی نظم طلایی یعنی همون آیین مادرش پناه برد. وقتی دید اون جواب نمیده، پروژه هلیکلستری رو راه انداخت و در آخر هم رفت سراغ دروازه الهی توی سرزمین سایه تا شاید اونجا بتونه این گناه رو پاک کنه. حتی خود مسمر هم این رو تایید میکنه. اون میگه میکلا میدونست که خونش آلوده است. ریشه‌هاش توی جنون گیر کرده و تمام تقصیر هم گردن مادر بود. این جمله بهمون نشون میده که هر کاری میکلا کرده یه واکنش مستقیم به گناه ماریکا بوده. ولی خب تراژدی داستان میکولا همینه. اون شکست خورد. تمام تلاشاش، همه فداکاری‌هاش آخر سر توسط یه تارنیشت بینام و نشون که در واقع ماییم نابود شد. اون نتونست گناه مادرش رو جبران کنه و این نفرین رو از روی خاندانش برداره. میکلا نتونست گذشته رو اصلاح کنه. اون شکست خورد. و حالا این سوال برای شما باقی میمونه. آیا شما میتونید؟ چون توی پایان بازی شما فقط یه پادشاه جدید انتخاب نمی کنید. شما دارید تصمیم میگیرید که میخواید گناه ازلی ماریکا رو تکرار کنید یا اینکه یک بار برای همیشه این چرخه رو بشکنید. انتخاب با خودتونه.